اسراف غذایی زمانی اتفاق می‌افتد که غذایی که به اندازه کافی خوب و سالم است به سطل زباله ریخته شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که ما بیشتر از نیاز خود خرید می‌کنیم. یا بشقاب‌هایمان را بیش از مقداری که قرار است بخوریم پر می‌کنیم. یا فراموش می‌کنیم که مواد غذایی را قبل از تاریخ انقضای آن مصرف کنیم. و یا غذا را به درستی ذخیره نمی کنیم. بنابراین سریعتر از آنچه که باید خراب می شود. چگونه می توانیم مواد غذایی را به درستی ذخیره کنیم تا برای مدت طولانی تری آن را تازه نگه داریم؟ پاستا، کنسرو، سوپ و لوبیا، غلات، نان و مواد غذایی شیشه‌ای را در کمد نگهداری کنید. پس از باز شدن آن، قوطی‌ها و شیشه‌ها را باید پوشانده و در یخچال نگهداری کنید. شیر، کره، پنیر، ماست، گوشت، ماهی و سبزیجات را خنک و تازه در یخچال با دمای 3 تا 5 درجه سانتیگراد نگهداری کنید. فریزر می‌تواند سبزیجات یخزده، باقی مانده غذا و گوشت را در دمای منفی 18 درجه سانتیگراد یا کمتر از آن نگهداری کند. برچسب مواد غذایی را بخوانید. تاریخ‌های بهترین زمان مصرف، قبل از و استفاده تا زمان خاص روی بسته‌بندی مواد غذایی معنی‌های متفاوتی دارند و می‌توانند به شما کمک کنند که آیا غذا برای خوردن ایمن است یا خیر. تاریخ بهترین زمان مصرف قبل از یک تاریخ مشخص در مورد کیفیت محصول است. همچنین ممکن است آن را با عنوان best, before end یا BBE یا BB درج شده در روی بسته ها ببینید. بعد از تاریخ بهترین زمان مصرف قبل از، غذا ممکن است در بهترین حالت خود نباشد، اما خوردن آن بی خطر است و نیازی به دور ریختن غذا نیست. تاریخ استفاده تا زمان مشخص در مورد ایمنی مواد غذایی است و باید آن را جدی گرفت. به ویژه برای افرادی که مسن، باردار یا دارای شرایط سلامتی خاص هستند. بعد از تاریخ انقضا غذا را نخورید، زیرا در معرض خطر مسمومیت غذایی قرار می‌گیرید. اگر تاریخ انقضا نزدیک است یا می‌خواهید غذایتان عمر طولانی تری داشته باشد، بررسی کنید که آیا برای انجماد مناسب است. در صورت مناسب بودن و قبل از تاریخ انقضا آن را منجمد کنید. فریزر به عنوان یک دکمه آرام کننده زمان برای افزایش طول عمر مواد غذایی عمل می کند. وقتی آن را از فریزر خارج کردید، کاملا یخزدایی کرده و بلافاصله استفاده کنید. فراموش نکنید که اسراف مواد غذایی را کاهش دهید و با خیال راحت غذا بخورید.